همینجا امروز در کینوتئاتر وطن حضور دارم که امروز برادرم اکمل جمایف یعنی فیلمی نوی توجیه‌گری با ژانر کمدیا و بایویک در اینجا رفته است. خیلی شدم که پیشروی است. پیشروی تاجیکستان برای سال نو میلادی 2018 این فیلم برای همه ما پسند آمد. درود به هواداران سینمای تاجیک. قبلا سال نو میلادی را برای شما مبارک میگوییم. امیدوار هستیم که در سال روان زندگیتان آسوده پر از خوشی‌ها باشد. پس از اعلام گردیدن پیام در پیام با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رهبان سال 2017 را همچون سال جوانان اعلام کردند و یک تعداد جوانان بسیار با ننگ و ناموس توانستند که در سال روان هنر مهارتی خود را با پیشنهاد عامل‌های نو با پیشنهاد ایجاد نو فضای سینمای تاجیک را با حضور خود پر کرد. این فیلمی مسخره‌کاری گریزه‌ها معذرت می‌پرسم که در ژانر جنگی و مسخره آماده شده است و امروز با کمال احترام و باعث سرفرازی روی پرده سینما در تالار بسیار پرشکوهی مؤسسه دولتی کینوتئاتر وطن منظور شما میگردونیم. خب میخوام یک قصه خوب که دایر با فعالیت همین کینو به شما رسانده باشم. اصلا که شروع کار در فیلم گریزه ها ابتدا میگیرد از سال 2012. مؤلف و کارگردان آن اکمل جمایف است که قبل از آن در دیگر فیلم ها سهم داشتند و خواستند که با طرز اکشن یک فیلم پیشنهاد کرده باشند که عبارت باشد از افکت های نوی فیلم سازی که تا آن دم در سینمای تاجیک از لحاظ تکنیک و ساختن افت افکت ها خیلی کم دیده میشد و خواستند که با تعداد دوستان داخلی و خارج از کشور همین گونه یک فیلم رو پیشنهاد کرده باشند. خب در وقت ساختن سیناری و بند و بست صحنه ها با اکمل جان جمایف یک تعداد جوانان بسیار با ننگ و ناموس جوانان نمایان کشور کمک رسانی کردند و با هم توانستند که یک سیناری بسیار عجایب که عبارت از مسخره باشد و از نبردهایی که در آن صحنه گذاری شده است. خب سخن را به درازا نمی‌کنیم. فیلم آماده است. امروز با کمال احترام در سال جوانان در فرارسی سال نو منظور شما میگردانیم و میخوام سر اول روی همین صحنه که بسیار مقدس است دو نفر که بسیار در همین فیلم مسئول هستند و برای تا به امروز تا به این حد تا به این منزل تا به این مکان و پیشنهاد شما شدن خیلی صحنه ارزنده دارند. روی صحنه البته با دستگیری شما دعوت کرده باشم کارگردان و مؤلف فیلم مسخره‌کاری و جنگی گریزه ها اکمل جمایف. مرحبا، خوش آمدید. خوش آمدید، مبارکتون باشه. همچنین میخوام دیرکتور استودیوی ادم شوکت جان گلوف رو روی صحنه. خوش آمدید. مبارکتون باشد که امروز توانستید در همبستگی در یکدلی باز فضای کینوی تاجیک را با یک پیشنهاد خیلی جدید با یک پیشنهاد خیلی زیبا پر کرده باشید و میخوام آغاز صحبت را از پذیرایی و از خیرمقدم گفتن قدم‌های شما از دیرکتوری استودیوی ادم شوکت جان گلوف خواهش کرده باشم که شما را پذیرایی کرده باشند و ما توانسته باشیم که ادامه محفل خود را گفته باشیم. مرحبا اکای عزیز. شما دید ممنون عزیز گرامی.
من روبر استودیوی آدم هستم. خیلی خرسندم که امروز استودیوی ما باز یک فیلم هنری و نام گریزک‌ها و شما پیشنهاد می‌نمایم. از فرصت استفاده برده شما رو با فرارسی سال نو تبریک می‌نمایم. و همچنین برای تبلیغ کردن فیلم گریزه‌ها در سامانه‌های اجتماعی، در هفته‌نامه‌هایی که امروز خیلی در حدود کشور محبوب هستند و خواننده‌های خود را دارند با همون صحیفه‌های بسیار رنگین خود، با همون صحیفه‌هایی که سرشار از محبت عائلوی است، سرشار از مقاله‌های که میتواند در روز و روزگار ما یک پند داده باشد، در روز و روزگار ما میتواند که یک متکای باشد عبارت هستند و در فیلم گریزه‌ها نیست همین گروه ایجادی نتوانستند که خود را کنار گرفته باشند و برای در سال جوانان بالیاقت کشور را دستگیری کردند. سرپرست اطلاعاتی فیلم گریزه‌ها این هفته‌نامه بسیار با نفوذ کشور با عنوان عائله و رکلام است که سرمحرری آن را بسیار همکسب عزیز ما، بسیار نفری که عاقل است و توانسته است که گرد خود یک گروه ایجادی را در سالهای طولانی به هم آورده باشد و چکمه‌های محبت عائلوی را در صفحه‌های خود جا داده باشد. اینم خانم خیلی قشنگ فیروزبانو ستاری است که با کمال احترام می‌خوام نزد ما آمده باشد. تشکر. سرآغاز من همه شما رو باید تالار که امروز اکمل جان و دوستای بسیار گرامی ما زحمت بی اندازه برای شما از محبت خود از محبت سرشار آرزوهای شیرین خود آراستن خیر مقدم میگوید و میدونید طوری که این بچه ها کردن واقعا هم قهرمانی است. قهرمانی است از کدام خاطر؟ از اون خاطر که در این شب و روزی که عمر مردم همه در فکر شکم میگذرد، در مورد فرهنگ فکر کردن، در مورد کینو فکر کردن، در مورد یک پدیده های فرهنگی اندیشه نمودن و تلاش کردن واقعا هم قهرمانی است. و قهرمانی دیگر این بچه ها همین است که اینها راهگشا هستند. یعنی تا امروز در تاجیکستان ما در این ژانر در ژانر بیوی کسی فیلم به نوار نگرفته بود و اینها قدم نخستین در این جاده گذاشتند و فیلم ماجرای جویانه و مسحکوی به نوار گرفتند. البته تا کدام اندازه به مقصد خود به هدف خود رسیدن این موضوع دیگر است. این را بعد تماشای فیلم ما و شما خلاصه خواهیم کرد. اما همین که این کار را کردن همین خودش قهرمانی است. به همین خاطر من خواهش میکردم یک کفکوبی برای همه اونهایی که در این فیلم زحمت کشیدن. تشکر به جمعیت عائله که سرپرست اطلاعاتی این فیلم است. برای نفرایی که در این فیلم زحمت کشیده است یک سپاسنامه دیپلم آماده نموده است و دیپلم نخستین تقدیم می‌گردد به کارگردان اکمل جمایف برای تهیه فیلم گریزه‌ها. دوستان عزیز و ارجمند، این کس مادر اکمل جان جمایف هستند که یک کفکوبی برای شما زنده باشند. همین گونه مادران که چنین فرزندان فرهنگی را به دنیا می‌آورند. و استودیوی آدم یکی از اون استودیوهایی است که نه تنها این فیلم و این گروه عموما که مردم فرهنگی را خیلی اسپری می‌کند و ما تشکر می‌گوییم از نام اهل فرهنگ برابر این استودیو و دیپلم نوبتی تقدیم می‌گردد به دیرکتور استودیوی آدم شوکت جان گولف. خب دیپلم نوبتی تقدیم می‌گردد به دوست مراد شریف، یکی از دوستان بهترین ما و جوانی که 5 پنجه‌اش هنر است. این گلها رمز مهر و محبت مخلصان است به شما.
مبارک باشد. و دیپلم آخرین تقدیم می‌گردد به علیشیر روشنف برای نقش بهترین در فیلم گریزه ها. من همه جایزه دارم را بار دیگر مبارکباد میگویم و تمنای آن را دارم که همیشه همین گونه پیش‌سر، همیشه چنین خوشبخت، کامیاب و همیشه عزیز دل ما و شما باشد. مبارک باشد. میخوایم سرابان با راهبریتی مؤسسه دولتی کینوتئاتر وطن با محترم کامل جان سفرов برای دستگیری فیلم گریزه ها از شما اظهار سپاس میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده همکاری های ما وسعت خواهد یافت. همین گونه که سپاسنامه به عنوان کامل جان آمده است و ما حتما که به او میرسونیم و این تالار با دستگیری و با همکاری همین نفر و ما امکانیت داد که آماده باشیم و هنر خود رو برای شما پیشنهاد کرده باشیم. میخوام اینجا معرفی کرده باشم با آهنگساز همین فیلم کی در همین فیلم آهنگ آفرید، کی زحمت کشید، که هر یک صحنه رو از دید و نگاه تازه و مردم پیشنهاد کرد با آهنگ‌های خود. یعنی تنظیم کننده آهنگ در فیلم گریزه ها این الهام جان مرادوف می باشد. کامران فیض‌الله. کامران جان مبارکت باشد. خدا کرده باشد که به مرتبه کارگردانی نیز رسیده باشید. مبارک شود. برای نقش ارزنده گذاشتن در فیلم گریزه ها و دوست بسیار عزیزی ما با اون نفری که پایه‌گذاری استودیوی حجوی عرب شو است، این سعدی جان اسماعیلوف است که امروز در حضور دارد. باور کنید اینقدر نفر صمیمی، اینقدر نفر زمینی، اینقدر نفری که همه وقت آماده است که هنر و مهارت و هر چیزی که از دستش میاد با گروه ایجادی نثار میکنند و همیشه در بر ما است و میخواهد که همین گونه کینوی تاجیک، مسحکه تاجیک رشد کرده باشد و امروز هم در بر ما است، قوت دل ما است. میخوام که چند سخن شما رو بهره همین مخلصا شنیده باشیم. البته سعدی جان به شوخی‌های نمکی نمیتواند، امروز هم در بر ما است و باید که سخن خودش در فیلم گریزه ها با ما شما ابراز کرده باشند. خب سعدی جان مرحمت بلندگویان به اختیار شما. یک فرصتی بلند، یک سالی 2018 با همه شما مبارک باشد. سالی جوانان هم مبارک شود. بگذار دنیای ما تین باشد، دولت ما تین باشد، آرام باشد، سری و دوری باشد. الان خیلی کینوی حجوی و بسیار شود برای مخلصان تقدیم کرده شود. از همین تو ما همه شما می‌نداریم. سلامت باشید. زنده باشید. مبارکتون باشد. سال جوانان، سال نو میلادی برای شما و خاندان شما مبارک باشد. بسیار با ما و شما معلوم 20 روز بایگری من بعداً فیلمی که با تازگی نشر شد مهمانی ناخوانده میخوام روی صحنه آمده باشد علیشیر جان روشنف. مرحمت سپاسنامه به شما. استقبال میگیریم دوستان. خب علیشیر جان با مخلصا رو پرو هستی. نفرانی که در تالار حضور دارن شخصان تصادفی نیستند. هر یک میخواد که کینوی تاجیک رو، سینمای تاجیک رو از آنی که امروز قرار دارد باز هم زیباتر و رشد کرده تر ببینند. خب حرف دل خودت با مخلصان با عزیزانی که امروز در تالار است بگذار گفته باشید. مرحبا. اکنون با آدمی گردانم نیستم، رحمت برای همین توفیقی که شما کردید. خیلی خدا خواسته باشد چند تحقیقی نیستیم کردیم بود در آینده میام و سر بسته در خدمت شما میشیم. حرکت میکنیم که باز فیلم های بنوار گیریم که محبوبی دیدهای شما شوند و با شما پسند باشند. رحمت برای اومدگی آقا رحمت. بازم موفقیت ها، بازم کامیابی ها در فعالیت منبع شما تمنا میکنیم و خدا کرده باشد که در سال نو فیلم نوبتی شما رو با جمع دوستان تماشا کرده باشد. خب یک نفر دیگر که در فیلم هم خیلی آدم نزدیک، خیلی با اکمل جان جمعیف نزدیک بود و هر لحظه با پیشنهاد غایه های خود فیلم رو میخواست مکمل تر کرده باشد. این
علیجان زین‌الدین است که امروز در بر ما است. مرحمت امروز در فیلم ها نقش میکند. خب حتی مهارت خوبی سراییدن سرودهای ششمخام نیز دارد. میتواند که ششمخام را با چشمان پوشیده و گشاده برای ما و شما منظور کرده باشد. خب علی جان مبارکت باشد. خدا کرده باشد که در فیلم های نوبتی با سرودهای نمکین با شوخی های جوانی شما را روی اکران سینمای تاجیک دیده باشید. مبارکتون باشد. مرحمت. در نقش مرکزی یک خانمی خیلی زیبا، یک خانمی است که با حضور خود، با نگاه خود، با هر میمیکای خود، با هر ژست خود همون صحنه رو پوره میکند. میخوام روی صحنه مهرانگیز عبیدالله زاده را دعوت کرده باشم. مرحبا. خب مهرانگیز جون نگاه نکرده به دشواری های صحنه، نگاه نکرده مبارکتون باشد، مبارک باشد. خب نگاه نکرده به دشواری های صحنه، حتی بعضا صحنه هایی هست که در آن آدم باوریش نمیآید که مهرانگیز از عهده همون نقش برآمده تمام است. اینا ما نمیخوایم پیشه که لافی بیهوده زده باشیم. مرحمت گلدان ها برای شما. این خانم زیبا مادر مهرانگیز است، به خاطر مادران مبارکتون باشد. این کس این جوان زیبا قد و قامتش رسا خدا کرده باشد که دستگیر مادر شود. این کس پیستر مهرانگیز جان. این نوارها، این قرصک‌ها سالهای طولانی در نقش همه ما میمونند دوستان عزیز من. همونچنان در نقش همین طفلک بسیار زیبایی که امروز نگاه نکرده و همه در بر ما است. بازم در فیلم های نوبتی ما نقشه شما را انتظار میشیم. زنده باشند. دوست خاندان همه ما دوست مراد شریف باشند. مرحبا. خب دوست مراد جان حاجت به معرفی نیست، بازم مبارک شود. مبارک شود. خب مبارک شود. خدا کرده باشد که در فیلم های نو بازی های شوخ و بیقرار شما رو با هم تماشا کرده باشید. زنده باشید. مرحبا. خب اینک نفر انتهایی، نفری که توانست از سال 2012 این باری گران فیلم سازی را به دوش خود گرفته باشد و امروز به مقصد خویش میرسد. کارگردان و مؤلف سیناری فیلم گریزه ها اکمل جمایف. مبارک شود. خب امروز مخلصان آماده هستند که حرف دل شما را شنیده باشند. مرحمت امکانیت است، فرصت هست. حرف دل خودتان با مخلصان عزیز ما، هموطنان عزیز ما گفته باشید. رحمتی کلان زنده باشید. رحمت برای مدگیتون. فیلم برای شما یکمی فیلمی که ما لحجگی کردیم نمایش میتیم شما در که در دل شما نزدیک باشد. تماشا کنید. خب در دست من دو سپاسنامه دیگر است و نواربردار فیلم گریزه ها برهان جان سفرов و برای دستگیری کردن فیلم گریزه ها و محترم صاحبزاده محمد کریم عبدالقادر که راهبری مسجد دولتی تاجیک فیلم رو با عهده دارند. البته که از جانب مسئولان فیلم با آنها رسانیده میشن و گمان میکنم که روز خوش و باوران رو برای شما باشد. از دیرکتوری مرکزی ادم شوکت جان گلوف اظهار سپاس میکنیم برای پیشنهاد کردن سپاسنامه ها و گروه ایجادی و خدا کرده باشد که همین گونه فعالیت شما با مرام و با میلان خوب و دیدنی به پیش رفته باشد. مرحمت برای تماشای فیلم حاضر شوید. تا آن که من اطلاع دارم فیلم گریزه ها به خاطر به دست آوردن فایده یا که منفعت شخصی یک نفر یا دو نفر آماده نشده است. این فیلم به خاطر آفریده شده است که بگذار در سینمای تاجیک، کینوی تاجیک یک پدیده نو، نگاه و نظر تازه و امید بخشنده برای جوانانی که میخوان در همین سمت باشند. نمایش با فراغت را برای شما تمنا میکنیم و بازم سال نو میلادی را برای شما مبارک میگویم.
قدمات و نور دیدن تاج سر. شما یک ماشین جمعی کرده دیو قدش بده مطلب بگو ما او عیب شده ما پولت خواهد ممری کسته بودودی ساته چه نمیکنه ما اوخی اگر زدن ایما چی فایده زده اکتریتیت دی ممری آه بگه بکایی چی میزنی؟ مخون رشی؟ نه مایلش بلایخ شروع بوده تو خدمت کرگی؟ او در کجا؟ در کلو چستی 90-20 او ایمان در اون کلو خدمت کرگی در کجاش؟ کلو با لیلنبا توش ده اما چمجا لیلنبا دوره؟ او این ماشین ها را ایخی مایخون خود زود داده سه کوچکر این خودش ماشین زد کوچکر من خدا رامتی آدم خوب کوچکر خورد آدم مراجب داره بخریم مرا اگه تو برمان نکردم یکی عروسم مرا میدید این از که من این خونه را گندم بعد اچه بیزر بکنم به ترخیم کمی سوی به خونه بفهمدم Abijay. Darbiye?